توپ، نوشته ی هدیه سادات میر مرتضوی، اختصاصی جهت کتاب گویای ژیک، به انتخاب رضا خوشه‌بست. روزنامه را جلوی صورتش گرفته بود و از لابلای ورقهای نازک و بلند تماشایشان میکرد. 3 پسر بچه را که 2تایشان 5-6 ساله بودند و آن یکی حد اکثر 3 ساله. خنده هایشان در خلوت بعد از ظهر پارک میپیچید. میان درختها پیچ و تاب میخورد. بالا میرفت و مثل پتک بر سرش فرود میآمد. با هر ضربه کوچک میشد، کوچک و کوچکتر، درست اندازه آن 3 بچه که کمی جلوتر از زیرانداز حصیری مادرهایشان مشغول بازی بودند. مادرها گهگاه با ادا اشاره یا بلند کردن صدا آنها را متوجه خود می کردند و باز سرهایشان توی هم می رفت. دست یکیشان در سبدی سفید می چرخید و دست آن یکی روی فلاسکی که از دور برق می زد سر می خورد. روی نیمکت نشسته بود. آب دهانش رو تند تند فرو می داد و با بند خیس عرق توی گردنش بازی می کرد. دستش کناری خزید. سردی فلز را زیر انگشت‌هایش حس کرد و با دست دیگر کیسه پارچه‌ای را چنگ انداخت. نمی‌توانست برای یک لحظه هم ازشان چشم بردارد. از ران‌های سفید و توپلی که با هر تکان می‌لرزیدند. از توپ قرمز پلاستیکی که با هر ضربه این ور می‌رفت، آن ور می‌رفت و محکم شوت می‌شد. تاپ 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 تاپ. نگاهش روی زمین قل خورد و درست زیر نیمکتی که نشسته بود متوقف شد. کمرش خم شد و دستش سریع آن زیر رفت. پسر بچه ها توی چمنها را گشتند، زیر نیمکت ها و حتی لابلای بوته های گل سرخ را. عرق از سر و صورتشان آویزان بود و باز هم می گشتند. پسر بچه 3 ساله یک دفعه خودش رو روی زمین انداخت، 2 مشتی به پایش کوبید و بلند جیغ کشید. دست یکی از 5 ساله ها لابلای بوته گل رز لرزید. انگشتش را مکید و اشک گوشه چشمش را پر کرد. مادرها صدایشان کردند. 1 بار، 2 بار و بار 3 مجبور شدند برگردند، در حالی که 3میشان هنوز داشت با آخرین نگاههایش گوشه کنار چمنها را زیر و رو می کرد. عصای آهنیش را زیر بغل چپ داده بود و کیسه پارچه‌ای باد کرده توی دست راستش تاب می خورد. همه وزنش رو روی پای بلندتر انداخته بود و پای کوتاهتر را به کمک عصا تون تون جلو می کشید. کوچه پشت پارک را به انتها رساند و ته بنبست ایستاد. جلوی در کوتاهی که جا به جا رنگهایش ریخته بود. تکیه‌اش را به در برد و دست توی جیب برد. عصایش تق تق کنان روی موزاییک‌های لق حیاط صدا می‌داد. از لب حوض گذشت و نیم نگاهی به تصویر چرک توی آب انداخت. از کنار ظرف‌های روغن ماسیده لب پاشویه رد شد و سمت زیر زمین رفت. پله ها را سخت پایین آمد. دستگیره آهنی را فشرد. در ناله‌ای کرد و سیاهی مثل قیر ریخت توی چشمهایش. کورمال کورمال دستش را روی دیوار کشید و یک دفعه همه جا روشن شد. کیسه را باز کرد و توپ قل خورد کف زیر زمین. با نوک عصا چند قل دیگرش داد و بعد نگهش داشت. به روبرو خیره شد و باز به توپ. صدای نفسهای بریده‌اش در زیر زمین میپیچید. به اطرافش نگاه کرد. به تماشاچی‌های ساکتی که دور تا دورش را گرفته بودند. دست توی یقه برد و سوت سیاه را بیرون کشید. با بلند شدن صدای سوت عصا را بین 2 پایش محکم کرد و به توپ ضربه زد. توپ به دیوار مقابلش خورد و به سرعت سر جایش برگشت. با مهارت کنترلش کرد. ضربه بعدی محکمتر از قبل توپ وارد شد و ضربه 3 سنگینتر از 2 قبلی. آنقدر بازی کرد تا سرش گیج رفت. نفسش برید و خیس عرق افتاد کف زیر زمین. روی موزاییک‌های خنک و نمناک بین تماشاچی‌ها
توپ‌های کوچک و بزرگی که تمام زیرزمین را فرش کرده بودند.